سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. به کانال خودتون رادیو داستان زندگی خوش اومدین. یه سرگذشت دیگه براتون آماده کردم که ممنون شم تا آخرش با من همراه باشین. بچه خیلی دوست دارم بدونم از کجای این دنیا صدای منو میشنوین و اینکه کانال رادیو داستان زندگی کانال نوپا هستش. ممنون میشم به 1000 تا با هم برسونیمش که یوتیوب اونو به افراد بیشتری معرفی کنه و مثل همیشه منتظر حمایت های بی دریغتون هستم. اگه آماده این با هم بریم که سرگذشت امشب رو شروع کنیم. من یه بانوی ترک زبانم از یه شهر کوچیک نزدیک مرز آذربایجان، شهری که همه همدیگر رو میشناسن و خبر یه عدسه سر صبح از این سر شهر قبل از غروب به اون سرش میرسه. من توی همچین جایی بزرگ شدم، جایی که مردم بیشتر از این که حواسشون به زندگی خودشون باشه چشمشون دنبال زندگی بقیه است. کارشکنی میکنن و میشی نقل محافلشون اگه ازت آتوی دست بگیرن. بابام یه مرد سنتی بود و فارسی بلد نبود. هر چی میگفت با لهجه غلیظ ترکی میگفت. اگه من و خواهرام چند کلمه فارسی بلد بودیم فقط به خاطر مدرسه رفتن بود. اما وقتی برمیگشتیم خونه دوباره همه چی ترکی میشد. حتی سعی کرده بودیم به مامانم فارسی یاد بدیم که بتونه حداقل منظورشو برسونه. بهش میگفتیم شاید رفتی یه شهر دیگه، باید بلد باشی 2 کلمه فارسی حرف بزنی دیگه. اون از بابا بیشتر علاقه نشون میداد و کلمه ها رو تمرین میکرد و گاهی هم اشتباه میگفت. بعد خودش میخندید و دوباره تکرار میکرد. اما خنده های مامان همیشه کوتاه بود و یهویی بازم همون افسردگی همیشگیش میومد سراغش. طفلک سالها آرزوی داشتن یه پسر رو داشت و از این دکتر به اون دکتر، از این دوا به اون دوا، ولی هر کی یه نسخه میداد و مامان امتحانش میکرد. میگفتن این گیاه خوبه، میخرید و میخورد بدون اینکه بدون عوارضی داره، یا میگفتن فلان دوا اثر داره، میرفت و میگرفتش. آخرش هم خودم اون 4 تا دختر رو بهش داد و تمومش کرد. من و 3 تا خواهر کوچیکترم. مامان هیچ وقت از داشتن ما ناراضی نبود، ولی بابا هر بار که حرف پسر میشد اخم میکرد. گاهی دعوا را مینداخت و آخرش هم تقصیر رو مینداخت گردن مامان بیچارم. من کوچیک بودم ولی خوب یادمه روزایی که مامان بی صدا اشک میریخت و وانمود میکرد چیزی نشده و میتونه با سر پاشه و من چقدر از خودم بدم میومد چون دختر بودم، چون باعث اشک مامان بودم، هم من و هم خواهرم. سالها گذشت. دختری که از همه بیشتر مسئولیت داشت من بودم، چون بزرگه بودم. از آشپزی گرفته تا مواظبت از خواهرام همه چی افتاده بود گردن من و هیچ راه گله و شکایتی نداشتم از ترس بابا و افسردگی مامان. انگار از همون بچگی یاد گرفته بودم قبل اینکه به خودم فکر کنم به بقیه فکر کنم. وقتی خواهرام بزرگتر شدن کم کم سر و کله خواستگارا پیدا شد. اول برای خواهر دومی اومدن و بعد برای سومی و بعد برای کوچیکه. من اما هیچ خبری نبود. هر بار که زنگ در خونه به صدا در می اومد تو دلم یه امیدی به وجود می اومد و با خودم می گفتم شاید این بار کسی برای من اومده. ولی هر بار اسم یکی از خواهرام وسط می اومد و من خاموش می شدم. آخه اونا از من قشنگتر بودن. همه هم همینو می گفتن. بابام به هیچ کدوم از خواستگارا نه نگفت و یکی یکی جهاز خرید و عروسی گرفت و بدرقشون کرد. من اما همیشه کنار وایساده بودم و فقط نگاه می کردم. کم کم رسم و رسوم شهرمونم علیه من شده بود با کارای بابام. ولی خب اگه اونا قرار بود به پای من بمونن شاید هیچ وقت ازدواج نمی کردن. چون من دیگه سنم رفته بود بالا. همه میگفتن دختر بزرگتر باید اول شوهر کنه وگرنه بعدن دیگه کسی سراغش نمیاد. اما وقتی بابام خواهرامو یکی یکی شوهر داد انگار آخرین امید منم از بین رفت.
سنم همینجوری بالا میرفت. 27، 28، 29، 30. 35 ساله شدم. خودمم باورم نمیشد. گاهی جلوی آینه وای میسادم و با خودم میگفتم واقعا اینقدر بدم؟ اینقدر زشتم؟ ولی نه، زشتم نبودم آخه. جوابی نداشتم برای این مجرد موندنم. خواهرام که با همون بار اول میرفتن و من همون یه بارم نصیبم نشد. بیشتر از ازدواج نکردنم این آزارم میداد که انگار اصلا دیده نمیشدم. هر مهمونی که میرفتیم یه نفر پیدا میشد که از مامان بپرسه سولماز هنوز شوهر نکرده؟ و با شنیدن جواب منفی سری تکون میدادن و آروم میگفتن حتما قسمتش نیست. بعضیام اصلا رعایت نمیکردن. صاف تو صورتم میگفتن دختر ترشیدی دیگه. و هر بار که این کلمه رو میشنیدم یه لبخند مصنوعی میزدم. ولی وقتی برمیگشتم خونه ساعتها تو اتاقم گریه میکردم. گاهی از خودم میپرسیدم مگه من چی کم دارم؟ کم کم ذهنم پر از فکرای عجیب شده و با خودم میگفتم شاید یکی برام کاری کرده. شاید بختم و بستن و طلسم شدم. خودمم میدونستم این فکرها منطقی نیست. اما وقتی سالها تحقیر بشی و هیچ اتفاقی تو زندگیت نیفته آدم به هر چیزی چنگ میزنه. تا اینکه یه روز دختر داییم اومد خونمون. کنارم نشست. یه نگاه به صورتم انداخت و آروم گفت سولماز، یه نفر رو میشناسم میگن هر کی پیشش رفته گره زندگیش باز شده. نه که بگم گره‌ای تو زندگیته، خدایی نکرده، ولی میگم بیا برو پیشش، مشکلتو بگو، شاید خدا کمک کرد و اون شخص برات کاری کرد. گفتم ای صدف، نمیدونی گره من به دست آقام افتاده تو زندگی، چون آبجیا رفتن و من موندم. صدف گفت ول کن حالا، بیا برو پیش این یارو، ضرر نداره که. تیری توی تاریکیه. وقتی دختر داییمون حرفو زد اولی خنده تلخ کردم و گفتم تو خودت این چیزا رو باور داری؟ شونه ای بلند انداخت و گفت نمیدونم راست میگن یا نه، ولی 2 نفر از آشناها رفتن بعدش ازدواج کردن. گفتم شاید تو هم یه امتحانی بکنی بد نباشه. گفتم نه، یعنی حالا شاید رفتم، البته بعداً. حرفمون تموم شد ولی توی ذهن من موند. اون روز، اون شب تا نیمای شب مدام بهش فکر کردم. یه طرف عقلم میگفت اینا همش خرافاته و یه طرف دلم میگفت اگه راست باشه چی؟ اگه فقط 1% امید وجود داشته باشه چی؟ وقتی آدم سالها منتظر یه اتفاق باشه کم کم به چیزایی امیدوار میشه که قبلا حتی حاضر نبود اسمشونو بشنوه. صبح که بیدار شدم بدون اینکه به کسی چیزی بگم گوشی رو برداشتم و یه ماشین گرفتم. آدرس رو از دختر دایم گرفته بودم و گفته بود خونش حاشیه یه شهره. هرچی ماشین جلوتر میرفت خونه ها کمتر میشدن. دلم خیلی شور میزد، ولی با خودم میگفتم حالا که اومدی برگردیم دستت به جای بند نیست. ماشین جلوی خونه قدیمی نگه داشت. دیوارای بلند سیمانی و درب و داخون و یه در آهنی زنگ زده و حیاتی که از بیرون فقط شاخه‌های درختاش پیدا بود. کرایه رو حساب کردم و ماشین رفت. چند لحظه جلوی در وایسادم. دلم نمیخواد زنگ بزنم اما آخرش زدم. چند ثانیه بعد در باز شد. رفتم داخل و دیدم یا خدا، یه عالمه زن و مرد و پیر و جوون توی حیاط و خونه همکف نشسته بودن و منتظر بودم برن پیش اون دعانویس. منم اسممو نوشتم و نشستم. حدوداً 2 ساعت بعد نوبتم شد. رفتم داخل اتاقی که درش مدام باز و بسته می شد به خاطر رفت آمده مراجعه کننده ها. یه پیرمرد حدوداً 60-70 ساله مقابلم نشسته بود و سرش توی کتاب بود. ریش سفید بلندی داشت و لباس ساده‌ای پوشیده بود. بدون اینکه نگام کنه گفت بیا بشین دخترم. وسط اتاق یه میز چوبی کهنه بود و 2 تا صندلی.
نشستم روی یکی از صندلی‌ها. دستام از استرس یخ کرده بود. پیرمرد گفت بگو ببینم مشکل چیه؟ منم همه حرفمو زدم. از خواهرام گفتم، از خواستگاراشون، از حرف مردما، نگاهی سنگینی که اذیتم میکرد. از اینکه 35 سالم شده و حتی یه نفرم برای خواستگاریم نیومده. آخرشم آروم گفتم احساس میکنم انگار بختم بسته شده. پیرمرد چند لحظه فقط نگام کرد. بعد از جاش بلند شد و رفت سمت یه قفسه قدیمی. یه بسته کوچیک آورد. گذاشت جلوم و گفت اینو ببر خونه. طبق چیزی که میگم استفاده کن. فردا دوباره بیا. اینو میبری و خودتو باش تمیز میکنی. همه جاتو تمیز کن و بیا. بسته رو گرفتم و پرسیدم همین؟ گفت فعلا همین. خواستم پول بدم و دستم هنوز تو کیفم بود که گفت نه پولش بمونه برای فردا. تعجب کردم. گفتم یعنی امروز چیزی نمیگیرین؟ یا سهم من از طلسمم همینه؟ لبخند کوتاهی زد و گفت اول کاری که گفتم و انجام بده، بعد بیا. از خونش بیرون اومدم و تموم مسیر برگشت بسته تو کیفم بود و مدامش فکر میکردم. وقتی رسیدم خونه مستقیم رفتم اتاقم. در بستم و بسته رو باز کردم. یه چیزی با بوی تند داخلش بود. با خودم گفتم حتما داروی گیاهیه. همون موقع رفتم و طبق چیزی که گفته بود استفاده کردم و خودم رو تمیز کردم. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که بوی تندی کل خونه رو برداشت. یهو صدای مامان اومد که گفت سولماز این چه بوییه؟ هول شدم و گفتم هیچی مامان. گفت زود در رو باز کن ببینم. وقتی باز کردم تا بو به دماغش خورد. اخماش رفت تو عمو گفت دختر این که واجبیه. از کجا آوردیش؟ زود بشورش. الان بابات برسه فکر میکنه چه خبره. تو که از این چیزا استفاده نمی کردی؟ خشکم زد. به بسته نگاه کردم و به حرف اونم فکر کردم. مامان یه جوری نگاه میکرد. گفت سولماز کی گفته این کارو بکنی؟ گفتم هیچکی مامان. گفتن این خیلی خوبه. رفتم خریدم. اشتباه کردم. چه میدونستم اینجوری بوی گند میده مادر من. و تون شروع کردم به پا کردن. کاش از همون روزگار نوجوانی یه دختر پررو بار می اومدم که حالا واسه هر چیزی نخوام اجازه بگیرم. ولی مامان با تشهر گفت زود باش. بابات بیاد شهر درست میشه ها. نه که خونم خیلی بزرگ و دلبازه. تو هم اومدی این بوی گند و ول کردی تو خونه. گفتم باشه مامان. ول کن دیگه. بعد از چند ثانیه مامان رفت و در اتاق کوبید. اصلا نفهمیده بودم اونجا چی دادن و نمیدونستم اون چی میتونه باشه. چه میدونستم آخه؟ با عجله کارمو انجام دادم. مدام ذهنم درگیر این بود که نکنه فردا بفهمه اون کارو درست انجام ندادم. نکنه شرط باز شدن وقتم این باشه که انجام نشد. صبح که شد وقتی چشامو باز کردم دلشوره مثل یه سنگ افتاده بود رو دلم. چند بار تصمیم گرفتم نرم. حتی لباس پوشیدم که برم بیرون یه دوری بزنم و اصلا مسیرمو عوض کنم. اما هر بار یه صدا ته ذهنم میگفت اگه این آخرین امیدت باشه چی؟ و همین یه جمله کافی بود که دوباره خودم رو قانع کنم. به مامان گفتم یه کاری برام پیش اومده و بعد برم بیرون. اونم چیزی نپرسید. فقط گفت زود برگرد. دوباره اسنپ گرفتم و راه افتادم. تمام مسیر ساکت بودم و فقط از شیشه ماشین بیرون رو نگاه میکردم. هرچی به اونجا نزدیکتر میشدم قلبم تندتر میزد. وقتی رسیدم چند نفرم دم در نشسته بودن و منتظر نوبتشون بودن. حسابی شلوغ بود چون توی حیاط و خونه جا نداشت. با دیدن اون همه آدم یه ذره خیالم راحت شد و با خودم گفتم لابد واقعا آدم معروفیه که این همه مراجعه کننده داره. رفتم یه گوشه و منتظر موندم. ترسیدم بیرون بمونم و یه آشنا منو ببینه. یکی یکی صداشون میکرد و میرفتن داخل. بعد چند ساعت نوبت من شد. آروم بلند شدم و وارد شدم. پیرمردم اونجایی نشسته بود که دیروز بود. همین که چشمش بهم افتاد بدون سلام احوال پرسی گفت کاری که گفتم و انجام دادی؟ یه لحظه دست باچه شدم. یاد حرف مامان افتادم. یاد اینکه همه اون ماده رو شسته بودم.
چیزی که خیلی عجیب بود این که اون منو کامل یادش بود که چی بهم داده. از ترس اینکه نکنه بگه دعا اثر نمیکنه الکی گفتم بله. خیلی آروم سرشو تکون داد و گفت خوبه. خیال کردم الان یه چیزی مینویسه یا چیزی میده بهم و میگه یه پولی واریز کن و برو. اما با چیزی که گفت تمام وجودم یخ کرد. گفت حالا یه شرط دیگه مونده. گفتم چه شرطی؟ گفت باید چند روزی با من خطبه محرمیت بخونی که وقتت باز بشه. اول فکر کردم درست نشنیدم. گفتم ببخشید؟ چی گفتین؟ دوباره حرفش رو تکرار کرد. انگار داشت درباره یه موضوع کاملا عادی حرف میزد. حال بعدی داشتم. گفتم یعنی چی؟ مگه همچین چیزی هم میشه؟ گفت شرط دعا همینه. هر دختری که بخواد بختش باز بشه بعد این مرحله رو بگذرونه. البته هر دختری نه. دخترایی مثل شما دعاشون اینطوریه. گفتم مگه من چمه؟ گفت خب ستاره و تالت اینو نشون داده. دیگه نتونستم بشینم. کیفمو برداشتم و بلند شدم و با عصبانیت گفتم اگه این کارو بکنم که تا آخر عمر کسی سراغم نمیاد. انتظار داشتم جلومو بگیره یا بحث کنه. ولی فقط شونه‌ای بلند انداخت و گفت اختیار با خودته. هر وقت نظرت عوض شد تشریف بیار. همین جمله باعث شد یه لحظه گیج بشم. اونقدر راحت بی خیال شد که انگار مطمئن بود دوباره برمیگردم. با قدم‌های تند زدم بیرون. وقتی رسیدم تو خیابون تازه نفسم بالا اومد و تموم راه تا خونه رو تو دلم فقط فحش میدادم. با خودم گفتم عجب آدمیه، میدونه مردم گرفتارن، اینم اینجوری میکنه. هرچی بیشتر فکر میکردم بیشتر از خودم خجالت میکشیدم که اصلا چرا اونجا رفته بودم. چند روزی گذشت و سعی کردم همه چی رو فراموش کنم. اما دوباره حرف مردم باعث شد فکرهای من شروع بشه. بابام گاهی به مامان میگفت سولما زیگه مونده برای خودمون زن. تو این سن کی میاد خواستگاریش؟ هیچکی. و این من بودم که اون حرفا اذیتم میکرد. شبا چشام رو هم نمیرفت. مدام به خودم میگفتم نکنه من اشتباه کردم. نکنه همه اونایی که رفتن هم این کارو کردن و زندگیشون درست شده. شاید واقعا چیز خاصی تو فکرش نباشه. عقلم یه چیز میگفت و ناامیدیم یه چیز دیگه. آخرش بعد از حدود یه هفته کاری کردم که هنوزم هر وقت یادش میافتم از ساده‌لوحی خودم دلم میگیره. دوباره آدرس اون خونه رو زدم توی اسنپ و راه افتادم. با این امید که شاید همه چی اونطور که من فکر کرده بودم نباشه. این که اون فقط میخواد بختم باز شه، نه اینکه بسته تر شه. رفتم توی یه فضای سبز نزدیک به خونه دانویسا نشستم. با هزار دلهره و فکر و خیال زنگ زدم به دختر داییم که صداشو بشنوم و حالم بهتر شه. آخه اون تنها دوست صمیمی من بود. ولی نگفتم کجام و نه حرف اونجا رو پیش کشیدم. دختر داییم همسن من بود ولی 2 بچه داشت و همیشه نگران من بود. میگفت سولماز، یعنی میشه عروسی و خودم هنو تو بچرخونم؟ بیا دعا میکرد و نظری میداد که بلکه بختم باز بشه. به قول خودش ازدواج کردن همچین آش دهنسوزی هم نیست. اما از سر زبون مردم افتادن خودش یه برد حساب میشه که نگن اون فلانیه، هنوز مجرده، تفلک خواهرش رفتن و این مون تا قیامت و از این جور حرفا. بعد از قطع تلفن یه لحظه میگفتم برگرد، هنوز دیر نشده. یه لحظه دیگه میگفتم تا اینجا اومدی، حداقل بذار حرفشو کامل بزنه. اصلا برو ببین چی کار میتونه بکنه. انگار 2 نفر توی وجودم افتاده بودم به جون هم. یکی میترسید و یکی از شدت ناامیدی به هر ریسمونی چنگ میزد. بلند شدم و راه افتادم. وقتی رسیدم این بار بدون معطلی رفتم داخل، چون 5-6 نفر بیشتر جلوم نبود. پشت سر من ولی چند نفری اومدن و اسم نوشتن و نشستن. بعدم که شد رفتم داخل. پیرمردم این که منو دید یه لبخند کوتاه زد. گفت میدونستم برمیگردی. سرم انداختم پایین، آروم گفتم اومدم فقط حرف بزنیم، ببینم چی کار باید بکنم. اشاره کرد که بشینم. چند دقیقه سکوت بود. بعدش گفت پس قبول کردی؟ با صدایی که از استرس میلرزید گفتم اگه قراره فقط سوری باشه قبوله.
فقط برای همون دعا قبول میکنم. من نمیخوام هیچ اتفاق دیگه ای بیفته. حرفم که تموم شد یه نگاه انداخت. بعد از جاش بلند شد و به سمت یه پرده که گوشه اتاق بود رفت. چند ثانیه بعد با 3 تا خانوم اومد. اونا همشون ظاهرای عجیبی داشتن. اصلا انتظار دیدن کسی غیر از اونو نداشتم. یکی ازشون رفت سمت در اتاق و باز کرد و رو با آدمایی که بیرون منتظر بودن گفت تا 2 ساعت دیگه آقا کسی رو نمیبینن. همه تشریف ببریم بعدم بیاین. صدا از بیرون بلند شد. چند نفری اعتراض کردن ولی کم کم همه رفتن. بی اختیار گفتم اینا کیا هستن؟ چی شده؟ با خونسردی جواب داد کمک دستم من نترس. اما من نمیتونستم آروم باشم. دلم میخواست برم ولی انگار پام به زمین چسبیده بود. پیرمرد شروع کرد آروم چیزایی رو خوندن که من از هیچ کدومشون سر در نمی آوردم. چشمام مدام بین اون چند نفر میچرخید. یکی ازشون اومد و یه لبخند عجیب زد. گفت استرس نداشته باش. چته دختر؟ اما لحنش اصلا آرامش بخش نبود. بلند شدم و گفتم فکر کنم پشیمون شدم. از دعا نوشتن من باید برم. پیرمرد اخماش رفت تو و گفت الان که تا اینجا اومدی چرا میخوای بری؟ امتحان کن، مطمئن باش کار من برات نتیجه داره. گفتم من فقط دعا میخواستم، همین. میخوام برم و پشیمونم از اینکه اومدم اینجا. پول اون چیزی هم که بهم دادی و بیا حساب کن. و یه قدم برداشتم که اجازه ندادن. هنگ کرده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. با تموم توانم سعی کردم از اونجا برم. پیرمرد که اومد با تموم وجود یه لگد نثارش کردم و اونم محکم خورد زمین و من تا تونستم داد میزدم و میدویدم. صداشون پشت سرم میومد اما دیگه حتی برنگشتم نگاه کنم. نمیفهمیدم که کجا دارم میرم. فقط میخواستم هرچه زودتر از اون خونه و اون آدما دور بشم، چون داشتم خودمو بیچاره میکردم. وقتی بالاخره کنار خیابون وایسادم دستم اونقدر میلرزید که چند بار میخواستم گوشی از کیفم در بیارم، نمیتونستم. هیچکی از اونجا اطلاعی نداشت که چیه و من احمق تا اون خانوما رو با اون ظاهر عجیب غریبشون دیدم باید فرار میکردم، نه اینکه بمونم ببینم چی پیش میاد. خستگیم از زندگی چند برابر شد و زدم زیر گریه. چقدر بدبخت بودم من. همین که پام به کوچه رسید انگار تازه فهمیدم چه اتفاقی ممکن بود بیفته. اونقدر تون میدویدم که نفسم بند اومده بود. چند کوچه پایین تر کنار یه دیوار نشستم. زانوام جون نداشتن و اشکام بی اختیار میریخت. مردم از کنارم رد میشدن ولی هیچکی نمیدونست چند دقیقه قبل من چی رو گذروندم. گوشی رو بالاخره درآوردم و یه ماشین گرفتم. راننده که رسید تا سوار شدم گفت خانوم حالتون خوبه؟ رنگتون خیلی پریده. فقط گفتم لطفاً راه بیفتین. تموم مسیر سرمو به شیشه تکیه داده بودم و بیرون رو نگاه میکردم و هر بار چشمامو میبستم اون اتفاقات جلوی چشمم میومد. وقتی رسیدم خونه سعی کردم عادی رفتار کنم. مامان از آشپزخونه صدام زد و گفت سولماس کجا بودی این همه وقت؟ گفتم یه کاری داشتم. نگاهی به من انداخت و گفت چرا چشمات سرخه؟ کجا میری 2-3 روزه؟ سری گفتم باد خورده توی چشمم و پر از خاک شد. نمیخواستم اصلا چیزی بفهمه، چون بیشتر از قبل قصه داغونش میکرد. از اینکه بگم چه اشتباه بزرگی کرده بودم خجالت میکشیدم. رفتم تو اتاق و در رو بستم و از استرس هر چند لحظه یه بار دستشویی میگرفت. صبح روز بعد اولین کاری که کردم این بود که شماره دختر داییمو گرفتم. وقتی جواب داد بعد احوال پرسی گفتم اون مردی که معرفی کردی یا شنیدم اصلا آدم درستی نیست، یه وقت نری پیشش. سکوتی کرد و بعد گفت چی شد رفتی اونجا؟ همه چی براش تعریف نکردم، فقط گفتم آره چند روز پیش رفتم. اتفاقا دعا برام نوشته ولی یه جوری بود رفتارش، احساس میکنم کلاهبردار بود. دختر داییم گفت من فقط از رو حرف مردم و شنیده آدرسشو بهت دادم، خودم هیچ وقت نرفته بودم پیشش. که از لحنش معلوم بود واقعا نرفته اونجا و نمیدونسته چه کسایی اونجا بدبخت شدن. من دنبال معجزه نبودم، فقط میخواستم یه بار احساس کنم مثل بقیه دیده میشم. همین باعث شد که من همچین تصمیم احمقانه‌ای بگیرم. با خودم گفتم که اگه قرار باشه زندگی من تغییر کنه باید با انتخاب خودم درست تغییر کنه،
نه با وعده‌های آدمایی که از درد مردم نردبون میسازن برای خواسته‌های خودشون. من هنوز از حرف مردم ناراحت میشدم. هنوزم وقتی تو مهمونی‌ها درباره ازدواج سوال میکردن دلم میشکست. اما دیگه حاضر نبودم برای فرار از تنهایی اختیار و امنیت خودم و دست هر کسی بسپرم تا دهن مردم رو ببندم. میگفتم شاید قسمت من دیرتر از بقیه باشه. شاید هم اصلا مسیر زندگیم فرق داشته باشه. اما هرچی که بود ارزش نداشت که به خاطرش خودمو تو هر موقعیتی قرار بدم. دیگه سعی میکردم اهمیتی ندم و بسپرم دست سرنوشت که شاید یه بخت خوب برون باشه و مثل خواهرام رنگ جهاز و سیسمونی رو ببینم. چون سنم داشت بالاتر میرفت و با وجود من توی خونه بابام هر روز عصبی‌تر و کلافه‌تر میشد. من واقعا قیافه بدی نداشتم، ولی نمیدونم چرا هیچ موقعیتی برام پیش نمی اومد. بابام هم از همین ناراحت بود. میگفت دختر فلانی و فلانی با اون ریختای درب و داغون رفتن خونه بخت، ولی دختر دسته گل من باید اینجوری خونه نشین بشه و کسی نیاد سراغش. و من هر بار هزاران بار آرزو میکردم کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدم که بشم آینه دق برای بابا و مامانم یا بشم مایه عذاب برای خودم. بعد از اون ماجرا چند روزی طول کشید که دوباره بتونم مثل قبل از خونه برم بیرون. واسه اینکه سرگرم بشم کار خیاطی که از جوانی بلد بودم جدی‌تر دنبال کردم و یه اتاق از خونه رو تبدیل کردم به کارگاه کوچیک خودم و تک و توک دوخت و دوز می‌کردم. سالا منتظر مونده بودم یکی بیاد و زندگیمو عوض کنه. اما حالا میدیدم خودمم میتونستم زندگیمو تغییر بدم و فقط تو سری میخوردم و مقصرم پدر و مادرم، خصوصا پدرم بود. خاله‌ام هم که از همه بدتر مدام میپرسیدن خب خبری نشد. قبلا با شنیدن این سوال بغضم میگرفت، ولی حالا آروم جواب میدادم هر وقت قسمت باشه منم از سر زبون شما میافتم و بحث و عوض میکردم. دیگه اجازه نمیدادم کسی ارزشم رو با حلقه ازدواج یا سنم اندازه بگیره، چون خودم درآمد داشتم. هر وقت جلوی آینه میرفتم و به صورتم نگاه میکردم میدیدم چینای ریزی کنار چشمام پیدا شده و موهام مثل قبل نیست. اما آروم به تصویرم میگفتم سولماس، تو هیچ وقت کم ارزش نبودی. فقط سالها حرف آدمای اشتباه رو باور کرده بودی. اون روز فهمیدم بزرگترین گرهی که باید باز میشد بخت من نبود، بلکه گرهی بود که توی ذهنم افتاده بود و این باور که خوشبختی فقط از راه ازدواج میاد خونه نشین و گوشه گیرم کرده بود. کل روز فکرم درگیر اون روز میشد. شهر ما کوچیک بود و به این فکر میکردم که کافی بود یه نفر من اون حوالی دیده باشه که فردا 1000 جور حرف پشت سرم درست شه. از این میترسیدم که مردم به جای اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده فقط قضاوت کنن. خیلی سعی میکردم بهش فکر نکنم، ولی هر بار چشمامو میبستم اونا میومدن جلوی چشمم. تا اینکه یه روز گوشیم زنگ خورد. درست 8 یا 9 روز بود که از اون روز گذشته بود. دختر داییم صدف بود. گوشیو که جواب دادم از همون اول از لحن صداش فهمیدم یه چیزی شده. گفت سولماس، تو رو خدا راستشو بگو ببینم کی رفتی اونجا. یه لحظه قلبم ریخت. گفتم چی شده؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ من همین چند وقت پیش رفتم و دعامو گرفتم و دیگه نرفتم. چرا؟ چند ثانیه سکوت کرد. نمیدونستم چی بگم و اونم چیزی نمیگفت. بالاخره گفتم چرا؟ چی شده؟ صدای نفسش رو شنیدم که پوفی کرد و گفت چند روز پیش انگار به رحمت خدا رفته. میگن یه اتفاقی براش افتاده و بلا فاصله تموم کرده. خشکم زد. انگار یه سطرا به یخ ریخته باشن رو. گفتم چی؟ به رحمت خدا رفته؟ گفت آره. چند لحظه فقط به یه نقطه خیره مونده بودم. یه فکر بعد اومد تو سرم و گفتم نکنه اون لحظه که من میخواستم برم اون اتفاق افتاده. از صدف پرسیدم صدف تو از کجا میدونی؟ مگه نگفتی اونجا نمیرم؟ گفت نرفتم، همسایه‌مون گفته که فوت شده. البته وقتی پیداش کردن که کسی اونجا نبوده و هیچکی نمیدونه چجوری این اتفاق براش افتاده، ولی یکی از همسایه‌اش گفته که دیده یه نفر از اونجا اومده بیرون و میدویده. با صدایی که سعی می‌کردم طبیعی باشه گفتم نه نمیدونم والا، من خبر نداشتم، اونجا نرفتم فعلا.
یه دعا گرفتم گفته بود 2 ماه بعد برم. ای داده بیداد، اینم از شانس منه. صدف چند جمله برای دلداریم گفت و بعدم خدافظی کرد. اصلا نمیفهمیدم چی میگه. وقتی قطع کرد تا مدتی گوشی رو تو دستم نگه داشته بودم و به این فکر میکردم که نکنه ناخواسته من باعث این اتفاق بودم. میگفتم شاید این آدم بالاخره جواب کارشو گرفته، ولی بازم از خودم آینده مبهمم میترسیدم. چند روزی بعد اون اصلا خواب به چشمام نیومد. چند روز بعد تصمیم گرفتم خودم برم و ببینم چه اتفاقی افتاده. با لباسی ساده صورتم هم با ماسک پوشوندم و با هزار فکر افتادم سمت اونجا. فقط میخواستم از آینده خودم مطمئن بشم که قرار نیست استرسی توش باشه. هیچی معلوم نبود. شاید اصلا با حسابانیش من نبودم. وقتی به اونجا رسیدم از دور به خونه نگاه کردم، اما این بار ساکت‌تر از همیشه به نظر میرسید. برو بیایی نبود و سکوت مطلق. جلو رفتم و چند باری در زدم. چند لحظه گذشت و هیچکی جواب نداد. دوباره زدم تا اینکه بالاخره یکی از همسایه‌ها در خونه‌شون رو باز کرد و با تعجب نگام کرد. گفتم ببخشید، آقا مومن نیستن؟ میخواستم پیشش دعا انجام بدم. همسایه یه نگاهی به خونه انداخت و گفت خانوم، آقا مومن که دیگه نیست، خدا رحمتش کنه. چطور خبر ندارین چه اتفاقی براش افتاده؟ خودم رو به تعجب زدم و پرسیدم یعنی چی؟ گفت چند روز پیش فوت کرد. دیگه کسی اینجا رفت آمد نداره. چند لحظه ساکت موندم. بعد برای اینکه بیشتر بفهمم چه خبره خیلی عادی پرسیدم پس خانومشون چی؟ خونه نیست؟ ایشون چیزی نمیدونن؟ همسایه با تعجب ابروهاشو بالا برد و گفت خانومش؟ آقا مومن که زن نداشت خواهرم. زنش خیلی سال پیش به رحمت خدا رفته. بچه‌ای هم نداره بیچاره. تو ذهنم از خودم پرسیدم همسرش به رحمت خدا رفته؟ پس اونا کی بودن؟ چطور ممکن بود هیچ کی از اونا خبر نداشته باشه؟ دیگه چیزی نپرسیدم و تشکر کردم و برگشتم. اون مرد برای مردم اون محلی آدم عادی و حتی محترم به نظر می رسید. اما هیچکی نمیدونست که چه جور آدمیه. وقتی به خونه رسیدم برای اولین بار بعد از اون داستانا یه نفس راحت کشیدم و خدا رو 1000 بار شکر کردم. فهمیدم چقدر نزدیک بود زندگیم وارد مسیری بشه که هیچ وقت تصورشو نمی کردم. اون روز فهمیدم آدم وقتی از شدت تنهایی و حرف مردم خسته میشه ممکنه به هر امید کوچیکی دل ببنده. اما باید حواسش جمع باشه هر کسی که وعده حل کردن مشکلات امیده لزوما نجات دهنده نیست. چند ماه گذشت. کم کم اون اتفاق تبدیل شد به یه خاطره تلخ که فقط گاهی یادش میافتادم. دوباره به زندگی خودم برگشتم و بیشتر وقتم و با کار خیاطی و کلاسای کیک پزی که تموم شد داشتم وسیله می‌خریدم برای شروع کار و گرفتن سفارشات. یه روز وقتی که داشتم وسایلامو میچیدم توی زیرزمینی که مطبخ کیک پزیش کرده بودم مامان اومد دم پلا و صدام زد و گفت سولماس یه نفر اومده اینجا و سراغ تو میگیره. گرد و خاک لباسمو تکوندم و گفتم سراغ من؟ کیه ماما؟ نگفت. ماما شونه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم والا، یه خانومه، بیا برو ببین چی میگه. حال بعدی پیدا کرده بودم. رنگ صورتم مثل گچ سفید شد و دست پاچه شدم. میدونستم در مورد خونه اون دعانویس و اون اتفاقه و حسابی رنگ عوض کرده بودم. ماما که از چیزی خبر نداشت با بی‌تفاوتی گفت چرا رنگت پریده و ماتت برده دختر؟ بیا برو ببین کیه دم در. نگام ثابت مونده بود رو صورت مامان و حالاتش. میخواستم بگم دکش کن ولی آخه آدرسمو دیگه داشتن. خواستم بگم برو بگو خونه نیست ولی از ترس مامانو سینجیم کردنش نتونستم بگم. با 1000 مدل غیرت کردن و جرأت دادن به خودم از پله ها بالا اومدم. با همون سر و صورت خاکی آروم آروم قدم برمی داشتم سمت در حیاط. وقتی رسیدم در آروم باز کردم و یه زن توی قامت خودم با مانتوی بلند سورمه‌ای و خیلی شیک دیدم که پشتش به در بود و کوچه رو نگاه می‌کرد. خیلی آروم گفتم سلام، بفرمایید. اومدین دنبال من انگاری. یهو برگشت و سلام کرد و وقتی صورتش رو دیدم از شدت استرس حرفاشو نشنیدم و همونجا از حال رفتم. وقتی چشمامو باز کردم توی بیمارستان بودم. اون خانومم بالا سرم بود و مامانم هم کنارش وایساده بود.
هر دو لبخند میزدن و با دیدنشون این باری آرامش خاص گرفتم. اون خانوم، سیما خانوم، هم دوره کلاس کیک پزیم بود. وقتی بازم شروع به حرف زدن کرد و فهمیدم برای خواستگاری اومده، بازم بیحال شدم. مامانم فکر میکرد از ذوق خواستگاری اینجوری شدم و مدام با استرس میگفت خاک به سرم شد، دختر نکن اینجوری. من نگاهی به سیما مینداخت و ادامه میداد به خدا اولین بار اینجوری میشه، مشکلی نداره ها، اولین باره. فکر کنم از بس کار کرده تا کیک پزیشو را بندازه اینجوری شده. سیما هم لبخند میزد و میگفت عیبی نداره، پیش میاد، خوب میشه سولماز جان. خلاصه بعد از چند ساعت مرخص شدم و رفتم خونه. سیما برای فردا شب قرار گذاشت و مامانم هم سر از پا نمیشناخت. حقم داشت. برای اولین بار برام خواستگار اومده بود، اونم تو این سن. هرچند سنی نبود ولی توی جغرافیای ما و از نظر بقیه چیز خاصی حساب میشد. دیگه فکر دعانویس و اون اتفاقا کلا از سرم در اومد. با اصرار مامان یه آرایشگاه رفتم که برای فردا آماده باشم. فردا رسید و من بالاخره اولین مردی که از در خونه برای خواستگاریم اومده بود داخل رو دیدم. یه آقای خوش قد و بالای 45 ساله، بسیار با وقار و مؤدب، به نام هوشیار. اهل شهر ما نبودن و ساکن مهاباد بودن، کرد زبان و اصیل. خواهرش توی شهر ما زندگی میکرد و منو انتخاب و معرفی کرده بود. هوشیار از اون مردایی بود که توی مجردی همه چی داشت، از ماشین و خونه بگیر تا وسایل زندگی. خودش و خانوادش هم خیلی خوب و از هر نظر موجه بودن. حرف زدیم و هم ما مورد پسند اونا واقع شدیم و هم اونا مورد پسند ما. قرار شد چند هفته بعد عقد و عروسی رو یه جا بگیریم. هیچکی به اندازه صدف از ازدواج من خوشحال نبود. آخه فکر میکرد با معرفی اون دعانویس و گرفتن دعا از اون من بختم باز شده. مدام میگفت دیدی گفتم گردن شکسته من باید زودتر اینو بهت معرفی میکردم. دیدی چقدر دعاش خوب بود، ردخور نداشت خودش. دومادی گیرت اومده که فقط حرف زدنش با جناقاشو میارزه به خدا. و مدام میخندید. صدف نمیدونست منو کجا فرستاده و منم هیچی بهش نمیگفتم. هرچی میگفتم آره خیر ببینی دختر دایی. روزه آشنایی من و هوشیار برخلاف چیزی که همیشه از ازدواج تو ذهنم ساخته بودم پر از آرامش بود. منی که سالا فکر میکردم شاید هیچ وقت کسی منو انتخاب نکنه، حالا کنار کسی بودم که قبل از هر چیزی و کاری خوب به حرفام گوش میداد. برای اولین بار کسی از من نمیپرسید چرا تا این سن ازدواج نکردی؟ چرا خواستگار نداشتی؟ یا چرا مثل بقیه نشدی؟ هوشیار فقط میخواست بدونه من چجور آدمیم، چی دوست دارم و از زندگی چی میخوام. خیلی برام ارزش قائل بود و منم هیچ توقعی به غیر از آرامش ازش نداشتم. رفتارش کم کم همه ترسامو کم و کمتر کرد. مردی بود که حرف و عملش یکی بود. آروم حرف میزد و خیلی بهم احترام میذاشت و هیچ وقت باعث نشده احساس کنم از بقیه کمترم. بعد از آشنایی و نشون کردن دیدم چقدر نگاه مامانم هم فرق کرده. سالها نگران من بود و شاید بیشتر از همه قصه نگاه مردمو میخورد. حالا وقتی میدیدی آدم درست وارد زندگیم شده انگار یه بار سنگین از روی دوشش برداشته شده بود. بابام هم خوشحال بود و اونقدر شادش انگول ندیده بودمش. با ذوق از جهاز حرف میزد. ولی وقتی هوشیار گفت هیچی نیاز نداریم که شما به عنوان جواز بخرین خیلی خوشحال تر بود و به مامان میگفت مصلحت خدا رو دیدی زن، نذاشت این دختر تا حالا ازدواج کنه که اینجوری فشاری هم روی من نباشه. یه روز که کنار مامان نشسته بودم آروم گفت سولماز دیدی خدا دیر میده ولی وقتی میده خوب جبران میکنه برات. لبخند زدم و گفتم مامان من خیلی عذاب کشیدم، خدا دید چقدر اذیتم و دم نمیزنم واسه این هوا مداش مامان. محکم گرفتمش و یه دل سیر گریه کردم. گفتم مامان خودم میدونم بارها بابا میگفت کاش این دنبال ما نمیافتاد که بشه مایه سرفکندگیمون. خدا دید، متوجه بود و کمکم کرد. یاد اون روزایی که توی اتاقم گریه میکردم و فکر میکردم زندگی من دیگه تموم شده. یاد حرفایی که مردم زده بودن و یاد اون لحظه‌ای که خودم رو با بقیه مقایسه میکردم و فکر میکردم چون دیرتر به خواستم رسیدم پس حتما مشکلی دارم. هزاران بار منو شکست مادر و زار میزدم.
حالا میفهمیدم زندگی مسابقه نیست و هر کسی زمان خودشو داره برای رسیدن به خواسته هاش. وقتی خبر نامزدیم توی فامیل پیچید، بعضیا که سالها حرف زده بودن این بار شروع کردن به تعریف کردن. همون آدمایی که یه روز با دلسوزی نگاه میکردن حالا میگفتن بخت خوبی به روش باز شد و هزار جور سبک سنگین میکردن داستان ازدواج منو. و منم با شنیدن اراجیفشون فقط لبخند میزدم. ازدواج من و هوشیار ساده و بی‌حاشیه برگزار شد، ولی توی شهر خودشون خیلی پر جمعیت‌تر و عالی‌تر برگزار شد. تالار بزرگی که حدود 1500 نفر جمعیت توش بودن و همه میرقصیدن. رقص زیبا و اصیل کردی. چقدر بریز و بپاش و چقدر خرج. اون همه طلایی که برای من خریده بودن و میگفتن رسمه و هزاران چیز قشنگ دیگه. وقتی روز عروسیم توی مهاباد لباس پوشیدم آروم به خودم گفتم تو منتظر کسی نبودی که بیاد نجاتت بده. فقط لازم بود خودتو دوباره پیدا کنی و خدا نگات کنه که از ناامیدی در اومدی و با شادی همسرمو نگاه میکردم و میرفتم توی جمعیتی که همه برامون ذوق داشتن. بعد از ازدواج زندگی تو مهاباد برای من یه شروع تازه بود. شهر جدید و آدمای جدید و تجربه های تازه. اولش سختم بود چون سالا توی یه محیط کوچیک‌تر و ترک زبان بزرگ شده بودم و حالا باید با یه زندگی متفاوت با آدمایی که اصلا متوجه نمی‌شدم چی میگن کنار میومدم. اما هوشیار همیشه کنارم بود. منم اصلا سختم نبود و سعی کردم زبونشون رو یاد بگیرم. وقتی برون باز شده بود که اصلا فکرشم نمی کردم و هیچ وقت نتونستم دلیل بیحال شدن اون روزم رو به کسی بگم. هزاران بار مامان ازم پرسید که یعنی اونقدر ذوق کردی؟ و من هر بار میگفتم آره. چی باید میگفتم؟ توی مهاباد خونه داشتیم ولی هوشیار توی تهرانم همه چی داشت و در سال 4-5 ماه تهران بودیم. مسافرت و کار و زندگی همه چیزمون به جا بود و چیزایی داشتم و میتونستم تجربه کنم که آبجیام نداشتن و حسرتشو داشتن. به هم میگفتن شنیدی میگن بشین سنگین تا بختت باز چه رنگین، و من واقعا بهش اعتقاد داشتم. بعد از 1 سال که از ازدواجم با هوشیار میگذشت فهمیدم تو راهی دارم. وقتی جواب آزمایش رو دیدم اشک تو چشمام جمع شد و اولین نفری که با ذوق محکم گرفتمش هوشیار بود. خندید و گفت از این به بعد دیگه فقط همسرم نیستی، مامان بچه‌می سولماست. از همون روز رنگ زندگیمون عوض شد و بعد از 9 ماه خدا پسر قشنگم سورنا رو بهمون هدیه داد. وقتی برای اولین بار کنارم گذاشتنش دقیقاً جزئیات صورتش شبیه به پدرش بود. هوشیار از خوشحالی رو زمین بند نمی‌شد و هر بار سورنا رو میگرفت 1000 بار خدا رو شکر میکرد. روزا یکی یکی میگذشتن و من با همه خستگی‌ها از بزرگ شدن سورنا لذت میبردم. هنوز درست حسابی از پوشک و شیر خشک و شب بیداری خلاص نشده بودم که فهمیدم دوباره تو راهی دارم. این با خودم بیشتر از همه مات و مبهوت شده بودم. با خنده به هوشیار گفتم فکر کنم قسمت نیست یه نفس راحت بکشیم. گفت هرچی خدا بده خیر توشه، نگران نباش سولماز جان. چند ماه بعدم ساتیار به دنیا اومد و خونمون پر از صدای خنده و گریه 2 تا پسر شیطون شد. داشتن 2 تا بچه پشت سرم واقعا جونمو گرفته بود. از صبح تا شب یا یکی میخواست بگیرمش یا اون یکی گریه میکرد. شبا هنوز چشام گرم نشده یکی از خواب میپرید و دنبالش اون یکی هم بیدار میشد. بعضی روزا حتی فرصت نمیکردم آروم بشینم یه سکان چایی بخورم. اما با همه این خستگی‌ها هیچ وقت گلایه‌ای نداشتم. خدا رو شکر میکردم همیشه و بابتشون ذوق داشتم. هر بار که به صورت معصوم بچه‌ام نگاه میکردم همه دردای گذشتم یادم میرفت. واسه دلگرمی و آرامشم تصمیم گرفتم برم شهر و دیار خودم و خونه پدرم که بچه‌ها من با خواهرزاده‌ام هم بازی باشن. یه روز برای خرید بیرون رفتم تنهایی. سورنا پیش مامانم بود و به اون سپردم و ساتیارم با خودم. بازار مثل همیشه شلوغ بود. صدای دستفروشا، بوی ادویه و صدای مردم همه جا پیچیده بود. حواسم به خرید بود که یهو چشمم افتاد به زنی که کنار پیاده رو نشسته بود و گدایی میکرد. وای، خودش بود. همون زنی که سالها پیش توی خونه اون دعانویس دیده بودمش.
چند ثانیه فقط خشکم زد و باورم نمیشد که بعد از این همه وقت دوباره ببینمش و بتونم بشناسم. سر و ریختش همون بود، اما چشماش همون برق بد گذشته رو داشت. انگار اونم منو شناخت و سرش آورد بالا. چند لحظه خیره نگام کرد. بعد بی هیچ حرفی از جاش بلند شد و رفت دنبالم. اول فکر کردم اشتباه میکنم، اما هر طرف میرفتم اونم پشت سرم میومد. وارد یه مغازه شدم. چند دقیقه الکی بین قفس‌ها چرخیدم و بیرون اومدم. بازیدم چمد اون طرفتر ایستاده و نگام میکنه. سعی کردم بی تفاوت باشم، اما دلشوره بدجوری اذیتم میکرد. قدممو تندتر کردم و اونم تندتر شد. پیچیدم توی یه کوچه خلوت کنار بازار و اونم هنوز پشت سرم بود. دیگه کاسه صبرم لبریز شد. برگشتم سمتش و با عصبانیت گفتم چی میخوای؟ چرا افتادی دنبال من؟ لبخند زشتی زد و گفت من تو رو میشناسم. اخمامو کشیدم تو همو گفتم اشتباه گرفتی، من تو رو نمیشناسم. آروم گفت نه، خوب میشناسمت، تو باعث و بانی اون کاری. حس کردم پام خالی شد، اما همه زورمو زدم که چیزی از حالم نفهمه. با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم چی میگی؟ اشتباه گرفتی. چشم ازم بر نمیداشت. گفت مومنو که میشناسی. گفتم مومن کیه؟ برو رد کارت. چشم ازم بر نمیداشت. انگار رنگ پریدگی من خوشحالش میکرد. ساتیار چشماشو باز کرد. محکم‌تر گرفتمش و گفتم حیف بچه بغلمه، وگرنه همین الان داد میزدم مامورا بریزن اینجا و بگم خواستی ازم دزدی کنی. گم شو ببینم. نه ترسید و نه کنار رفت. یه قدم اومد جلو و گفت اگه میخواستی داد بزنی تا حالا زده بودی. گفتم برای آخرین بار میگم برو دنبال زندگیت. گفت گذشته ی آدم هیچ وقت ولش نمیکنه. سولماز دختر اعظم، درسته؟ برای داد اسم تو اسم مادرتو نوشته بودیم. تو اسمم آورد. دیگه مطمئن شدم منو شناخته. خواستم از کنارش رد شم، اما باز دنبالم رو افتاد. آروم گفت هر چی فرار کنی آخرش باید جواب پس بدی. بدون اینکه برگردم نگاش کنم فقط قدمو تندتر کردم، اما هنوز صدای اونم میومد. حالا بعد چی کار میکردم؟ به روی خودم نیاوردم و گفتم ببین خانوم، من تو رو نمیشناسم، اون آقا رم نمیشناسم، من اصلا اهل اینجا نیستم. پول میخوای؟ بیا که بهت بدم. من اصلا از حرفات سر در نمیارم. یهو گفت نه، تو کاملا شناختی، سرم در آوردی، ولی باشه. و زد زیر خنده. خنده که ازش متنفر بودم. انگار قصد نداشت دست از سرم برداره. هرچی میگفتم اشتباه گرفتی، باز با همون نگاه سمجش دنبالم میومد و پافشاری میکرد که من تو رو شناختم و تو هم منو خوب شناختی. دلم نمیخواست بیشتر از این وسط بازار باش کلنجار برم. یه نگاه به اطراف انداختم. چشمم افتاد به باجه بانک. رفتم و یه مقدار پول از حسابم برداشتم و برگشتم سمتش. پول بهش دادم و گفتم بگیر برو دنبال زندگیت خانوم. من شما رو نمیشناسم و نمیخوامم بشناسم. گدایی میکردی دیگه، بیا اینم پول. پولو نگاه کرد. بعد نگاشو دوخت به صورتم و یه لبخند زد و گفت میشناسی، خوبم میشناسی. اومده بودی دعا بنویسی بختت باز بشه. گفتم شما منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. گفت نه، مطمئنم خودتی. گفتم من سالاس ازدواج کردم، اینم بچمه. چه دعایی، چه بختی، چه کوفتی، چی میگی؟ با سر به ساتیار اشاره کردم. یهو زد زیر خنده. اونقدر بلند که چند نفر برگشتن نگاه کردن. بعد گفت این که هنوز 1 سالش هم نیست. اون اتفاق خیلی ازش نگذشته که. قیافمو حفظ کردم و گفتم یه پسر دیگه هم دارم که دبیرستانیه. خودم هم نمیدونستم چرا همچین دروغ بزرگی گفتم. فقط میخواستم گیجش کنم. شاید باور میکرد و ولم میکرد. اون زن چند لحظه ساکت نگام کرد. انگار داشت حرفامو سبک سنگین میکرد. تو دلم فقط التماس میکردم خدایا کمکم کن، نذار این خانم زندگیمو خراب کنه. اخماش رفت تو و دوباره یه نگاه به ساتیار انداخت. بعد آروم گفت نمیدونم، شاید من قاطی کردم. برگشت و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه بین جمعیت گم شد. چند ثانیه همونجا خشکم زده بود. باورم نمیشد به همین راحتی رفته باشه. چند باری دور و برم رو نگاه کردم. از این طرف بازار تا اون طرفش رو زیر نظر گرفتم، اما دیگه اثری ازش نبود. ساتیار هنوز چیزی از ماجرا نمیفهمید و با بند مانتون بازی میکرد. سعی کردم آروم باشم. قلبم تند میزد. مدام به اون خانم فکر میکردم.
از خودم میپرسیدم اینا اصلا چطور سر از شهر مادر آورده بودن؟ از کجا اومده بودن؟ چرا هیچکی گذشته‌شون رو نمیدونست؟ یادم نمیومد حتی یه نفر اسم و رسم درست حسابی ازشون بدونه. انگار یه روز سر و کلشون پیدا شده بود و یه روزم غیبشون زده بود. هرچی بیشتر فکر میکردم بیشتر مطمئن میشدم مدت زیادی تو اون شهر نمونده بودن. بعید بود آدمای غریبه‌ای مثل اونا سالها اونجا زندگی کرده باشن و کسی چیزی ازشون ندونه. شاید بعد اون اتفاق خودشون رفته بودن. شاید هم کسی مجبورشون کرده بود برن. هر احتمالی توی ذهنم میچرخید اما هیچ جوابی پیدا نمیکردم. فقط خدا میدونست اون سالها چه اتفاقی براشون افتاده. از یه طرف خوشحال بودم که دست از سرم برداشته. از یه طرف دیگه ته دلم میترسیدم دوباره یه روز جلوم سبز بشه. برگشتم خونه و تا عصر یادم جا نیومد. حتی موقع برگشتنم چند بار پشت سرم رو نگاه کردم. چند روز بعد وسایلمون رو جمع کردیم و برگشتیم شهر خودمون. همون شهری که کنار هوشیار و بچه‌هام زندگی آرومی داشتم. وقتی رسیدیم خونه حس کردم یه بار سنگین از روشونم برداشته شده. دوباره خودم رو انداختم توی شلوغی زندگی. سورنا و ساتیار همه وقت و فکرم رو پر کرده بودن. غذا پختن، لباس شستن، بازی کردم با بچه‌ها و رسیدگی به خونه فرصت نمیداد زیاد به اون اتفاق فکر کنم. کم کم اون دیدار تلخ گوشه ذهنم کم رنگ شد، اما هیچ وقت کاملا از یادم نرفت. از اون به بعد هر وقت مجبور می شدم برم خونه پدرم دیگه مثل قبل تو خیابونای شهر پرسه نمی زدم. خریدی اگه داشتم سریع انجام می دادم و برمیگشتم. حتی مسیرم رو عوض می کردم که از جایی که احتمال می دادم اون خانم یا یکی از اون خانوما پیداشون بشه رد نشم. همیشه یه ترس پنهون همراهم بود. ترس از این که یه نفر از گذشته منو بشناسه و همه چیز دوباره زنده بشه. من بارها و بارها نظری داده بودم که اون اتفاق باعث خراب شدن زندگیم نشه. و تموم عمرم تا اینجا رو با دلهره از این که همسرم بدون ناخواسته باعث چه اتفاقی شدم سپری کردم. ولی حالا دیگه خیلی گذشته. پسرام بزرگن و وقت ازدواجشون شده. و من پدری و مادری ندارم که بازم برم توی اون شهر بمونم. خواهرام هستن ولی اگه برم یه روز میمونم و برمیگردم. من بزرگشونم و اونا بیشتر میان خونه من. تموم شد. همه کابوسی که برای زندگیم داشتم همشون یه روز تموم میشن. از اون روزا خیلی گذشته. ولی با خودم فکر میکنم چطور هیچ وقت پیش نیومده که بابت این قضیه عذاب وجدان داشته باشم. همیشه فکر میکنم واقعا کاری درستی انجام دادم که خیلی ها رو از شر همچین کسی نجات دادم. خیلی دلم میخواد بدونم کسایی که سرگذشت منو شنیدن نظرشون در مورد این قضیه چیه. واقعا این کاری که من کردم اشتباه بوده یا اینکه عذاب وجدانی ندارم واقعا اشتباهست یا کار درستی کردم، نمیدونم. خب دوستای عزیزم، ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین و سرگذشت پر از فراز و نشیب سولماز عزیز رو گوش دادین. بچه ها، من چند وقتی که یه سوال خیلی ذهنم رو درگیر کرده، خیلی دلم میخواد که سوالم با شما در میون بذارم و ببینم نظر شما در این مورد چیه. دلم میخواد نظرتون رو در مورد تک فرزندی یا چند فرزندی بدونم. اینکه کدومش بده، کدومش خوبه و مشکلات و خوبی و بدیاشو کلا بهم بگین. ممنون میشم نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین. تک تک کامنتاتون رو میخونم. و اینکه بچه ها برای کانال هایی دوتا از همکاران مشکل پیش اومده، لینک این کانال هایی که میگم و توی کامنت ها پین میکنم که کانال های جدیدشونه. ممنون میشم که حمایتشون کنین که دوباره کانال ها سر پاشن. کانال آوای شبانه و حسنا داستان. ممنون میشم مثل همیشه حمایتاتون رو دریغ نکنین و انرژی بدین. مرسی. منتظر کامنت